در نمایش استبل مجلس نظام شما با صحنه‌های محیرالوقوعی روبرو می‌شدید که یه پاش تو سیرک و پای دیگه‌اش توی باغ وحش بود. ما این صحنه‌ها رو به چند دسته تقسیم کردیم. دسته اول اونایی که تو دوره‌های قبلی قشنگ کیسه ها رو با رانت و اختلاس پر کرده بودن و کمی از اونها رو خرج می‌کردن. مقداری هم گلوبال تو دستمه، گنده را دارم، جاهای مختلف تو مسیر دارم، باغات دارم، دست خودمه، ذخیره دستمه، پسندازه. هر کجا خواستم 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون کمک میکنم به حوزه انتخابیم. کاندیداهایی هم که خواننده گیرشون نمیومد با همون صدای تو همومی شانس خودشون رو امتحان میکردن. میخواستیم بگیم فقط شاباش نمیدادن که کاندید رفسنجان این کمبود رو برطرف کرد. یه عده هم اونایی که هنوز پاشون به مجلس باز نشده بود تا رانت و اختلاس به جیب بزنن و طرح و برنامه‌شون برای دوره نمایندگی رو خیلی رک تبلیغ میکردن. ببینید، نماینده نباید به کم راضی باشه. نماینده باید زیاده خواه باشه. اگر نماینده پول نگیره پس کی بگیره؟ نماینده باید پول بگیره، اونم نه نجومی. باید کهکشون پول بگیره. تو مملکت ما پول پره. منم پول میگیرم. الانم تا پول نگیرم کنار نمیرم. این یکی هم دنبال باباش میگشت که از اون دنیا براش یه کاری بکنه. اگه پدرم زنده بود ستاد خوبی برا میزد. الان نمیتونم ستاد بزنم. مرد برای نام میمیرد، نامرد برای نان. آیا کسی هست ما را یاری کند؟ حلم ناصر ینصری. بعضیای دیگه هم نیومده بالای منبر رفتن و هوار کشیدن رو تمرین میکردن. فقط مواظب پرده‌های گوشتون باشید. رهبر انقلاب در طول این سالهای سخت و پر از بحران و درگیری به ما نشان داد باید ایران اسلامی را به قدرت اول جهان تبدیل کنیم. مأموریت بزرگ ما رساندن ترشیست به قدرت اول اقتصادی در ایران است. کاندید بعدی یکی از برادران دالتون ها به نام سید زیا دالتون زاده از حوزه تگزاس سیتی با فشنگ های تقدیمی از سپاه. یه عده هم تو قدرت پرستی عشق فرعون بودن و میخواستن تعظیم و سجده جلوی پاشون رو تجربه کنن. کاندیداهایی هم بودن که بیرو در بایستی از همون اول تمرین سواری گرفتن میکردن. دسته بعدی کاندیداهایی که حتی سن هم تحمل خالی بندی های اونا رو نداشت و زیر دست و پای همدیگه له میشدن. سرکار خانم فاطمه نعیمی دست بزنید تو افتخار. سرکار خانم معزز سید عباس. دسته بعدی کاندیداهایی بودن که عشق و علاقه به هوادارانشون رو اینطوری پرتاب میکردن. خیلی از جوانای ما کار وجود داره ولی کم به کار نمیرن. هر کی میخواد ناراحت بشه. خیلی از جوانهای بیکار ما به خاطر تنبلی هر چی موقع نصفشه بذارید. میخواید رأی ندید اصلا نخواستید رأی. خب نباید با همش انتقاد. این همه کار در بیوان شما نمیبینید؟ کورید، واقعا کورید. یا دین وجدان انسانیت ندارید یا کورید. کاندید برادران قاچاقچی سپاه هم برای ورود به مجلس از مواد مصرفی مقام عظما حاتم بخشی میکرد.
سندش هم اینجا هست. امروز جلسه ای بودن میگفتن آقای ایکس اومده توی مقابل مسجد امام محمد باقر هروئین پخش میکرده برای رأی. این انتخابات نیست. از اونجایی که این رقابت برای ورود به استبل نظام بود، بعضیاشون هم توانمندی‌هایی از خودشون رو میکردن که حیات وحش رو انگشت به دهن کرده بود. خلاصه اینکه این سیرک بازار و جنگولک بازی های وحوش هم نتونست آبی برای مقام عظما گرم کنه و با آنچنان تحریمی از جانب مردم روبرو شد که بعد از انتخابات دیگه هیچ کس حتی جرئت نکرد درباره این حماسه بی حضور صحبتی بکنه. آقای صحبت موافقه که اونایی که میخوان رای ندن همه با همونی دست و سوت بزنن.